سلام به همه. اگر مدرک دانشگاهی ندارید و این سوال برایتان پیش آمده که آیا هنوز هم میتونید در آینده اقامت نیوزیلند رو بگیرید یا نه، جواب مثبت است، چون اداره مهاجرت نیوزیلند دو مسیر جدید برای اقامت معرفی کرده که از سیستم 6 امتیازی استفاده نمی کنند، یعنی نیازی به داشتن مدرک لیسانس یا بالاتر ندارید. اولین مسیر تجربه کاری ماهرانه است که به اختصار SWE نامیده میشه. اگر در شغلی با مهارت سطح 1 تا 3 کار می کنید، دست کم 1.1 برابر دستمزد متوسط درآمد دارید، 5 سال سابقه کار مستقیم دارید که 2 سال آن در نیوزیلند بوده، میتونید سال آینده که این سیاست اجرایی می شود، مستقیما برای اقامت اقدام کنید. دومین مسیر مشاغل فنی و تکنیسین ها. ما به آن TT میگیم. اگر شغل شما یک شغل فنی است و دست کم به اندازه دستمزد متوسط درآمد دارید، مدرک فنی سطح 4 دارید و 4 سال سابقه کار دارید که 1.5 سال آن در نیوزیلند بوده، شما هم میتونید مستقیما برای اقامت اقدام کنید. حالا خیلی از کارگران و متقاضیان سردرگم هستند، پس اجازه بدید چند نکته رو روشن کنم. بعضیا میپرسن آیا باید همین حالا دستمزدم را به 1.1 برابر دستمزد متوسط افزایش بدم؟ لزومی نداره. این بستگی به شرایط شما و مسیری که قصد دارید انتخاب کنید دارد. برخی هم میپرسند من قبلاً 2 سال در نیوزیلند کار کردم. آیا این حساب می شود؟ ممکن است حساب شود، اما باز هم بستگی دارد به اینکه کدام مسیر را می خواهید انتخاب کنید و تجربه شما چطور با قوانین مطابقت دارد و در این 2 سال چقدر حقوق گرفته اید. عده‌ای دیگر میگویند من سالها سابقه مرتبط در خارج از کشور دارم. آیا میتونم هنگام درخواست ویزای اقامت از آن استفاده کنم؟ شاید بتونید، اما فقط در صورتی که آن سابقه کاری با استانداردهای مدرک مورد نیاز مسیر انتخابی شما مطابقت داشته باشد. آیا این مدارک رو در درخواست قبلی خود ارائه داده ای؟ فرض نکنید که این سابقه حساب می شود و بعد از 2 سال متوجه شوید که اینطور نبوده است. این کار فقط وقت شما رو تلف می کنه. به همین دلیل همیشه به افراد توصیه می کنم که حتما ارزیابی درست رو از یک مشاور مهاجرت دارای مجوز یا وکیل مهاجرت دریافت کنند. یک فرد حرفه‌ای دقیقاً میتونه به شما بگوید که در کدام ماه و سال شرایط رو خواهید داشت و چه مدارکی را باید از همین حالا آماده کنید. و به یاد داشته باشید همکاران یا دوستان شما ممکن است به روشی واجد شرایط شوند، اما شرایط آنها با شما یکسان نیست. چیزی که برای اونها جواب میده ممکنه برای شما جواب نده. لطفاً کانال منو دنبال کنید. در ویدیوی بعدی تغییرات مربوط به افرادی که مدرک لیسانس یا بالاتر دارند رو توضیح خواهم داد.